ورزشگر 26 ساله تاجیکستان، چمپیون تاجیکستان در سال 2020 در برابر حریفش الادریسی ایوب ورزشگر 26 ساله از قطر قرار میگیرد. پهلوانان ما تجربه و شناخت خوب نسبت به ورزشگران عرب دارند و حتی تعداد پیروزی های ورزشگران ما نسبت به آنها خیلی زیادتر هست. ببینیم بهرام صوفیف لحظه اول از همان گرفتن کومیکاتا یا قپیدن کارد زرد میگیرد، ولی امروز دو ورزشگر ما با 3 شیدو باختند که این واقعا باعث نگرانی هست دوستان عزیز. یعنی در عادی ترین بخش با اشتباه دست زدن، ولی در رقابتی خود شهباز سید ابرارов شاید طرفگیری شده باشد. ولی فعلا ببینیم اجرای اصول یا فنون پرتابی و هر دو شیدا 1 دقیقه هنوز سپری نشده. بهرام صوفیف 2 شیدا میگیرد. شاید تجربه اشتراکشان در رقابت‌های جهانی و ببینید یک پایزنی بسیار به مورد داشت ورزشگر ما بهرام صوفیف و ورزشگر قطر. به نظر می رسد که آسیب دیده باشد، ولی این گونه نبوده است. همان داوی ورزشگران اگر آمد کند، همان روحیه‌ای که در چمپیونات تاجیکستان دارند در همین مسابقات جهانی هم همان روحیه را داشته باشند، احتمال دورهای اول رو بسیار خوب موقع قپیدن بسیار به مورد و شیدو با الادریسی ایوب. این عمل در همان رقابت شهباز صورت گرفته بود. ببینید دفاع دروغین، ولی با ورزشگری نه در رقابت علی جان بر حریفش از قزاقستان صورت گرفته بود، ولی اکیکو امانو شیدو نداد. این سوال رو باید رمزی شمیروف پاسخ بگوید که چرا داوران دیده دانسته طرفگیری میکنند. ولی به هر حال بهرام صوفیف برای رسیدن به پیروزی یک قدم دیگر دارد و باید همون عادی ترین جزئیاتی که در کومیکاتا هست به همان توجه کند. موقع بسیار خوبی قپیدن، اجرای فنونی پرتابی در 3 بخش، هم از کمر و هم از قسمت پای، ولی دفاع یک طرفه ورزشگر قطر شاید باعث گرفتن 3مین شیدا شود و بهرام صوفیف به مرحله بعدی رود. بله دوستان عزیز، همین طور خواهد شد. بهرام صوفیف ورزشگر شد که اکنون در روز اول رقابت های گرند سلم اولین پیروزی رو به دست آورد برای ورزشگران تاجیک و امیدوار هستیم در دور بعدی هم پیروز شود. ولی در دور بعدی با ارام گریگوریان ورزشگر فدراسیون روسیه قرار میگیرد در میزبان